اولین طعم شل زردا بیبیمون چشید. خب زاید آخ خب بس خوب نبود شیر آب خب هادی صحبت نمی‌کنی؟ بله امروز 14 یا 13 نوامبر روز عاشورا در لندن خدمت پدر و مادر عزیز هستیم و به برنامه شعله زردپزی مشغول هستیم. شما خانم امسال برنامه‌تون به سلامتی یه صحبتی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. امسال هم طبق روال سالهای گذشته شل زرد 2 کیلوی دخترها رو انجام دادیم. البته امسال هم پارمیز خانم هم به جمع این 2 دخترها اضافه شده، این خانم کوچولو، که مقداری هم به خاطر اون برای سلامتیش اضافه کردیم که انشالله مورد قبول خدا قرار بگیره و دخترای اون هم در راه دین و اسلام و بیاید به هم بزنید. جای هم خالیه. بنابراین دعا کن انشالله به افطاری همه مؤمنین همه گرفتارها رفت بشه به زودی انشالله. خب پریسا خانم شما اگه میخواید صحبتی بکنید بفرمایید. صحبت ها رو هادی کرد دیگه نظرتون قبول بده من قبول باشه انشالله. امسال به گفته بابا مثل هر سال روز عاشورا برای خانم دورسا یه مقدار خیلی کم جزئی هم یه دختر کوچولی به جمع ما اضافه شده به نام پارمیز. اینم اضافه کردیم امسال پارمیز خانم و برای سلامتیشون تندرستیشون این رو انجام میدیم. انشالله که اگر تونستن بعد از ما ادامه بدن، نتونستن هم که صدقه بدن، صدقه‌شو بدن. برایشون چیز نیست که من بخوام حتمی باشه، ولی تا زمانی که تا زمانی که زنده هستم توانشو داشتم انجام میدم. رفتیم دیگه
دختران تونستم بدن، نتونستم دیگه، فقط صدقه‌اش رو پدر مادرشون بدن. انشالله که علی، مریم، هادی هر آرزویی که تو دلشونه به همین روز عزیز بهش برسن، آرزوهای شرعی بهش برسن، بچه هاشون سالم باشن، زناشون سالم باشن، زندگی هاشون سالم باشه و ما هم تا زمانی که هستیم در کنارشون رفتیم هم یه یادی از ما بکنن. فقط التماس دعا از همه. جای همم خالیه، جای همم خالیه، ولی شل زرد 5 کیلویی رو بابا همیشه میگفت. این 2 کیلو از زمانی که دورسا و پاریس به دنیا آمدن درست شده، ولی اون 5 کیلو زمانی بود که تو ایران بودیم، همه فامیل جمع میشدن، نهار دور هم بودیم، شل زردمون هم درست میکردیم و به کمک همه پخش میکردیم. ولی این 2 کیلو قصهش جداست، مال این 2 تا دختره که اینجا حالا شده 3 تا دختر که انشاءالله خدا زیادشون بکنه، این خوشگلای منو، این عزیزای منو سلامتی بهشون بده، ما هم لذت رو ببریم. التماس دعا. آخرین همزاده نشانم ماشاءالله میکنه و دیگه آماده تست کردنه که ماشاءالله یه کاسه کوچولو تستش میکنه این چطوری شده و خود بخور. من شده که یه قاشقشو میکنم، قاشق میذارم کنار. خوبه؟ همه چیز میزونه؟ خوبه. چطور حالی آقا؟ بسیار خوشمزه. دست شما در نکنه. قبول باشه. پاپرز خانم چطوره؟ عالی، جای همه خالی. عالی، جای همه خالی ها؟ بله. عالیه، جای همه خالیه. الله أكبر ومن شفت الطفل ابن ذات الحيف لحسين البطل. الله أكبر ومن شفت الطفل ابن ذات الحيف لحسين البطل. فقط جوش باید تاب کنم.
شرمندتم رفتم که برگردم نشد چشمام نمیبینه داداش بدجوری دستام خاکیه هر کار میشد کردم نشد شرمنده مشکم خالیه از ناقه افتادم زمین دستم برام کاری نکرد تا خیمه ها راهی نبود مشکا بروداری نکرد دندون گرفتم عشق تو سینه سپر کردم نشد خواستم علم داری کنم رفتم که برگردم نشد رفتم که برگردم نشد رفتم که برگردم نشد خیلی دعا کردم نشد مشکو بغل کردم نشد داداش حسین شرمندتم رفتم که برگردم نشد چشمام نمیبینه داداش بدجوری دستام خاکیه هر کار میشد کردم نشد شرمنده مشکم خالیه از ناقه افتادم زمین دستم برام کاری نکرد تا خیمه ها راهی نبود مشکا بروداری نکرد دندون گرفتم عشق تو سینه سپر کردم نشد خواستم علم داری کنم رفتم که برگردم نشد رفتم که برگردم نشد رفتم که برگردم نشد فشارش زیاد میشه ها؟ Hadi,